به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من امیر صاحب جمعی هستم. رسیدیم به یک نکته بسیار مهم. خب مطلبی که الان میخوایم بگیم در واقع بیشتر به درد تست میخوره، یعنی توی تست ها بیشتر کاربرد داره و حالا توی سوالات تشریحی هم کم و بیش ما این موضوع رو میبینیم و باید بلد باشیم. حالت کلی دنباله حسابیه. من فقط به دلیل اینکه فضا ندارم بالا برای اینکه میخوام مثال بزنم، فعلا با تمرین 35 کاری نداریم تا حالت کلی دنباله حسابی رو بگیم و بعدش هم حالا در رابطه با تمرین 35 صحبت خواهیم کرد. ببینید در دنباله حسابی یک دنباله حسابی رو در نظر بگیرید، مثلا باشه 5 3 واحد بهش اضافه بشه 8 9 10 11 3 واحد بهش اضافه بشه 14 3 واحد بهش اضافه بشه 17 و همینطور بره جلو. خب اگر ما بخوایم این رو در واقع بیشتر مورد بررسی قرار بدیم در بحث دنباله حسابی، اگر حالا ما T1 مون یعنی جمله اولمون رو 5 در نظر بگیریم، خب این الان این به عنوان T1 ما. T2 ما میدونیم که T1 به علاوه 3 هستش دیگه، درسته؟ یعنی 3 واحد بهش اضافه شده و T2 ساخته شده. T3 چیه؟ T1 به علاوه خب 2 تا از این 3 تا. T1 به علاوه 2 تا از این 3 تا دیگه، درسته؟ یعنی همون 5 به علاوه 6. T3 چیه؟ T1 به علاوه 3 تا از این 3 تا. میبینید؟ این الان T1 ماست، این T2، این T3 هستش، این T4 و خب همینجوری میریم جلو. اصلا ما فرمول و جمله عمومی دنباله حسابی رو با استفاده از همین موضوع در واقع تونستیم بنویسیم. این که میگفتیم آقا Tn رو میخوای، میشه همون T1 به علاوه یه دونه کمتر در n، یعنی n منهای 1 در دی یه دونه کمتر، مثلا جمله هفتم میخوای، میشه T1 به علاوه 6 دادی. الان نها کنید اینجا رو، جمله چهارم میخوام، میشه T1 به علاوه 3 تا دی. این دیه که ثابته، به دی که کاری نداریم. T صدم رو میخوام، میشه T1 به علاوه یه دونه کمتر 99 تا دی. دی ثابته، فقط مثلا هر جمله رو بخوای یه دونه کمترش در دی ضرب میشه با T1 جمع میشه. خب این حالت کلی که در واقع تونستیم جمله عمومی در واقع دنباله حسابی رو بنویسیم. اما خب از یک دید دیگه میخوایم نگاه کنیم به دنباله حسابی، چون توی بعضی از سوالات و تست ها میبینیم این موضوع. این که اگر مثلا من این رو x در نظر بگیرم، این 11 رو به عنوان x در نظر بگیرم، خب 14 چجوری ساخته میشه؟ میشه x به علاوه d دیگه، درسته؟ x به علاوه d که d ما اینجا 3. جمله بعدی چجوریه؟ x به علاوه 2 تا d دیگه طبق الگوی دنباله حسابی. جمله بعدی چی میشه؟ x به علاوه 3 تا d. جمله بعدی چی میشه؟ x به علاوه 4 تا d و همینطور میره جلو. حالا جمله قبل این x چی بوده؟ x منهای d بوده دیگه. ببینید 11 3 واحد بهش اضافه شده که شده 11. پس چی بوده؟ پس 8 بوده. قبلیش x منهای 2 تا d، قبلیش x منهای 3 تا d و همینطور میتونیم بریم عقب. پس ما حالت کلی که از دنباله حسابی باید بلد باشیم اینه که اگر یک جمله وسط، اگر مثلا تعداد جملات فرد باشه، این خیلی کار ساده است دیگه، یه x در نظر میگیریم جمله وسطی رو، جمله بعدیش میشه x به علاوه d که اینجا دی ما چنده؟ عدد 3. من اینجا خود دی رو نوشتم، از اینجا به بعد چیکار کردم؟ گفتم آقا 2 تا دی یعنی 2 تا 3 تا. بعدی رو گفتم 3 تا دی یعنی 3 تا 3 تا. اینجا x منهای دی
یعنی x منهای عدد 3، چون دی من توی این دنباله حسابی 3، قبلیش میشه x منهای 2 تا دی، یعنی منهای 2 تا 3، قبلیش دوباره میشه x منهای 3 تا دی، یعنی x منهای 9، 3 تا 9 تا دیگه، درسته؟ و با استفاده از این یه سری سوالاتی جلوتر هست که میتونیم اون سوالات رو حل کنیم. پس حالت کلی دنباله حسابی این میشه: اگر تعداد جملات فرد باشه اون وسطیه رو x در نظر میگیریم، بعدیش میشه x به علاوه دی، بعدیش میشه x به علاوه 2 دی، حالا قبل x منهای دی، x منهای 2 دی. و خب این گره‌گشای یک سری از تمرینات ما انشاءالله خواهد بود. خب میرسیم به تمرین 35. میگه در دنباله حسابی tn مساوی است با k منهای 2 n2 به علاوه k به علاوه 1 n به علاوه k2 جمله دهم و قدر نسبت را بیابید. خب خودش به من گفته این دنباله حسابیه. خب من فرمول کلی دنباله حسابی رو جمله عمومیش رو بلدم، میدونم که از tn مساوی است با t1 به علاوه n منهای 1 ضرب در d. خب ما اصلا توی در واقع جمله عمومی دنباله حسابی n2 نداریم، اصلا ما n2 نداریم. این دیگه هر چی که باشه توی n ضرب میشه و درجه در واقع توان n یکه. خب پس ما n2 نداریم، باید یه کاری کنیم که اینجا این n2 حذف بشه. برای اینکه بخوام این n2 رو حذف کنم از جمله عمومی باید ضریبش رو 0 قرار بدم. پس چیکار میکنم؟ میگم چون در جمله عمومی دنباله حسابی توان n همواره برابر 1، پس باید n2 را از بین ببریم. خب پس چیکار میکنیم؟ k منهای 2 رو مساوی 0 قرار میدیم. k ما میشه عدد 2. حالا که k ما بشه عدد 2 دیگه tn رو میتونم راحت بنویسم. میگم آقا tn مساوی است با k مون 2 به علاوه 1 میشه 3n به علاوه k2 3n به علاوه 4. این شد جمله عمومی شسته رفته این دنباله حسابی. حالا به هم میگه جمله دهم را به دست بیار. خب میگم آقا جمله دهم چی میشه؟ t10 میشه 3 در 10 به علاوه 4 34 میشه. میگه قدر نسبت رو به دست بیار. میگم خب من قدر نسبت اگه بخوام به دست بیارم دو تا جملهش رو در نظر میگیرم. مثلا t1 رو حساب میکنم. t1 میشه چی؟ میشه 3 در 1 به علاوه 4 میشه 7. t2 چی میشه؟ 3 در 2 به علاوه 4 3 دوتا 6 تا 6 و 4 میشه 10. خب میشه 7 10 و حالا 3 نقطه همینجوری میریم جلو. آقا 7 چجوری شده 10؟ 3 باید بهش اضافه شده. اینم از قدر نسبتش، یعنی قدر نسبت دنباله حسابی رو هم به دست آوردیم. اما خب میتونستیم در واقع یک جور دیگه به این در واقع مطلب نگاه کنیم. مگه ما نگفتیم که دنباله حسابی همان الگوی خطی است؟ یعنی سوالات دنباله حسابی رو میشه با استفاده از الگوی خطی در واقع حل کردیم. من اینجا یک فضا برای خودم مشخص میکنم. میتونم بگم حالا یک دیدگاه دیگه از یک دیدگاه دیگری میخوایم در واقع به این مسئله نگاه کنیم. من میدونم که این الان یک دنباله حسابیه. خب دنباله حسابی من میتونم سوالات دنباله حسابی رو با استفاده از الگوی خطی حل کنم. در الگوی خطی که tn مساوی است با an به علاوه b میدونم که این که اصلا خطیه، یعنی توان n حتما یکه، یعنی درجه‌ای که n داره حتما یکه، یعنی بزرگترین توان n حتما یکه. خب پس ما نباید n دو داشته باشیم. دوباره k منهای 2 رو مساوی 0 قرار میدم، متوجه میشم که k عدد 2 و بعد دوباره مینویسم اون در واقع جمله عمومی رو. میشه 3n به علاوه 4. قبول دارید؟ خب حالا که این میشه 3n به علاوه 4 میام با الگوی خطی تطابقش میدم. میدونم که توی الگوی خطی اختلاف هر دو جمله متوالی میشه آی ما دیگه، یعنی میشه همون ضریب n. این آ اینم 3. خب پس آی من میشه 3
و بی منم میشه 4. خب پس من قدر نسبتش رو به دست آوردم دیگه. آی من همون قدر نسبتیه که میخواد. حالا جمله دهم رو هم که با استفاده از همین در واقع جمله عمومی ما تونستیم به دست بیاریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم محتوایی که داخل این ویدیو بررسی شد براتون مفید واقع شده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. اگر محتوای کانال ما برای شما مفید هستش حتما کانال ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.